خب اینجا ما میخوایم با set actor location و set actor location and rotation خب میخوایم بفهمیم دوتا برای چه کاری استفاده میشن. خب set actor location خب و set actor rotation. خب یا حالا شما میتونید set actor location and rotation. خب اینا برای چه کاری هن؟ خب اینا میان از تارگتی که اکتور، مثلا این بلوپرینتی که من ساختم به اسم اکتور کلاس. خب میگه این اکتوره توی کدوم لوکیشن ظاهر بشه. خب مثلا من میتونم اینجا لوکیشن بهش بدم بره به اون لوکیشنه. خب مثلا وقتی قبلش یه چیزی دارم میاد میرسه به این فعال میشه. اینجا هم که لوکیشنشه، مثلا لوکیشن جدیدی که بهش میدیمه میره به اون لوکیشن. خب ست اکتور روتیشن چیه؟ خب ست اکتور روتیشن میگه اون اکتوری که الان براش تارگتش حالا سلف هست، سلف یعنی خود همین بلوپرینت. خب اون تارگتی که حالا هر کدوم باشه، مثلا شما یه اکتور دیگه بهش وصل میکنید. خب هر کدوم بود، روتیشنی که اینجا براش تعیین میکنید میشه روتیشن جدیدش و مثلا زاویه اون تغییر میکنه به این حالتی که اینجا دادیم. خب set actor location و روتیشن چیه؟ این میاد عین همونا تارگت رو، مثلا حالا این اکتور خب حالا سلف زده یعنی خودش. خب حالا میتونید یه اکتور دیگه وصل کنید، میتونید یه چیز دیگه وصل کنید، میتونید یه کار دیگه کنید. لوکیشن هم لوکیشنش تغییر میکنه، روتیشنش هم همینطور. خب حالا میایم اینجا میگیم توی لوکیشنی که تغییر کرده اینجا به ما چیزای خاصی میده. خب میگیم مثلا داخل اون محیطه مثلا چیزی هست، ابجکتی هست بهش هیت خورده، مثلا خورده قدش یا نه. خب یا مثلا توی اون لوکیشن میتونیم براش لاین حالا چیزای دیگه بسازیم که بعد حالا اونها میگم در موردش که چی هن. حالا من بگم لاین تریس چیه، خب شما متوجه نمیشین و باید کلا یه فصل جدید برامون بسازم. خب این از این که لوکیشن جدیدیه که شما بهش میده، روتیشنش هم همینطور روتیشن جدیدیه که شما بهش میده، حالا هر جایی میخواد باشه، حالا هر طوری میخواد باشه. خب